اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوبش. همه نعمتهای خداوند خوب هست، چون خود خداوند خوب هست. همه نعمتهای خداوند مفید هست، چون خداوند مثبت نگر هست. هیچ موقع خداوند دید منفی نسبت به بندگانش ندارد. همه نعمتهای خداوند برای ما و شما بندگان خداست. کسی دیگر منظور و مقصود نعمتها نیست. در حقیقت خداوند تبارک و تعالی با ایجاد این همه نعمتها توجه ویژه خودش را به بندگانش داشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما بکم من نعمت فمن الله. ادب این میطلبد که ما هم توجه ویژه خداوند را با بی‌توجهی به نعمتهای خداوند پاسخ ندهیم. این دور از ادب هست. با بهره برداری و استفاده بهینه از نعمتهای خداوند توجه خود را به خداوند ابراز بکنیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. همه نعمتهای خداوند رشد، توان، توسعه، سلامت و سعادت آفرین هست. محال است خداوند چیز را به عنوان نعمت معرفی کند و اون نعمت به کار گرفته شود، رشد ایجاد نکند. محال است. خاصیت هر نعمت رشد و توانمندی و توسعه هست، وگرنه اون نعمت نیست، اون معصیت هست که توسعه و پیشرفت از انسان میگیرد. چون خداوند بندگانش را دوست می‌دارد و کسی که کسی را دوست می‌دارد خواهان رشد و پیشرفت و توسعه اوست. چه دوستی خیرخواهتر از خداوند برای ما و شما؟ اگر الله دوست ماست، پس الله خواهان پیشرفت ماست. پس نعمتها ابزار پیشرفتند. خداوند این دوستی را در قرآن اعلام کرده. بعد از اعلام اقدام کرده. مثل من و تو نیست که خیلی وقتا شعار میدیم اما اقدام عملی برای رشد همدیگر نمی کنیم. اما الله تبارک و تعالی در سوره بقره اعلام دوستی کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ولی الذین آمنوا. از این دیگه آشکارتر خودش اعلام کرده.
الله ولی الذین آمنوا. الله دوست انسانهای عاقل هست. مؤمن یعنی عاقل، دوراندیش، پاک، موفق. الله ولی الذین آمنوا. قطعا الله دوست کسانی که از علم بدشان می آید نیست، چون خداوند علیمه، با کلاسه. انسانهای جاهل رو دوست ندارد. الله حکیمه، انسانهای احمق رو دوست ندارد. الله کریمه، انسانهای بخیل رو دوست ندارد. الله طیبه، انسانهای غیر طیب رو دوست ندارد. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله صبوره، اینا اسامی پاک الله هم. انسانهای کم ظرفیت، بی طاقت، کم حوصله رو دوست ندارد. وقتی میگیم الله ولی الذین آمنو، یعنی کسانی که عاقلن و عقلشون اونها رو وادار کرده که به علم، حکمت، طهارت، پاکی، اخلاق، شکیبایی متصف بشن. این تنها اعلام نیست، بعدش اقدام عملی کرده. یخرجهم من الظلمات الی النور. الله اقدام کرده که نگذار بندگانش به طرف تاریکی کشانده بشن و برای این امر هزینه کرده، از بهترین ها هزینه کرده که دوستان خود را از تاریکی ظلمات معصیت و گناه و کفر و شرک و جهل و جاهلیت نجات بدهد. همه نعمتهای خداوند شکر می‌طلبد. این تصور خاطئ را از ذهن خود دور کنیم تا منت سر خدا نگذاریم. همه نعمتهای خدا شکر می‌طلبد. شکر برای تقویت خدا نیست. اگر بندی شاکر خداست این تصور را نداشته باشد شکر من خدا رو توسعه میده، تقویت میکنه، هیمنت خداوند و بر زمین و زمان و تمامی مخلوقات قوت میبخشد. حاشا و کلا. یا این که اگر من شکرگزار خدا نباشم، کفران نعمت خدا بکنم، اعلام جنگ با خدا بکنم، هیمنت خدا رو کمرنگ میکنم، قدرت خدا رو تضعیف میکنم. هر کسی این عقیده داشته باشه این عقیده کفرآمیزه که شکر من و تو خدا رو قوی میکند و کفران من و تو خدا رو تضعیف میکنند. این خلاف آیه قرآن هست. خداوند میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم. تشکر از خداوند در حقیقت عامل تقویت و توسعه من و توست. اگر من و تو از خدا تشکر کردیم در حقیقت من و تو با برکت شدیم، من و تو توسعه پیدا کردیم، من و تو تقویت شدیم. فرقی نمی کند اگر از برادری که خدمتی به ما کرده تشکر بکنیم، توان و امکانات اون برادرم مال ما میشه، پس توان ما مضاعف میشه. پس در یک جمله تشکر یا فرهنگ تشکر در حقیقت نیاز ما را برطرف می سازد و چقدر نیاز داریم که نیازهای خود را مرتفع بکنیم تا به کمال برسیم.
پس تشکر عامل رشد ماست. بیاییم فرهنگ تشکر را توسعه بدیم، تقویت بکنیم. هر کسی، خدا که بماند، صاحب فضل است. هر کسی کوچکترین خدمت به ما کرد تشکر بکنیم. منم امشب تشکر میکنم از خداوندی که صاحب توفیق است و از یک توفیق صدها توفیق تولید می شود، و از عزیزی که داماد این جلسه هست، برادر عزیزمون و نور چشممون، احمد علیپور. امشب در حقیقت سبب خیر برای همه ما و شما شد. با این برنامه هم از خدا تشکر کرد و هم برای شما احترام قائل شد. یعنی با زبان حالش و با زبان ناگفته گفتنی ها رو گفت که برادران و خواهران، با خیال راحت به مراسم جشن عروسی من بیایید. من به خدا و شما تعهد دادم که در عروسی من ایمان شما کمرنگ نمی شود. کاری نمی کنم که ایمان و تقوا و شرف و آبرو و ناموس و اخلاق و حسنات شما تو عروسی من دچار ضعف بشود. آیا از چنین جوونی نباید تشکر کرد؟ خیلی ها برای ما کارت دعوت میفرستن، عکس 2 تا کبوتر کشیدن، نقاشی و طراحی کردن، نمیدونم گره دادن، اشعار زیبا نوشتن، ولی وقتی میری تو عروسیشون با اون دعوتنامه جذاب و زیبا و اشعار زیبای عاشقانه و عارفانه، میبینید که زن و مرد دارن میرقصن، تعدادی هم سکرانن، دستی ارکستر مسته و جز چشمچرانی و ناپاکی و اسراف و تبعیض و مزخرفات چیزی دیگر نیست. خیلی ها اون دعوتنامه ها رو لبیک میگن و شادن، ما رو دعوت کردن، به ما احترام گذاشتن. به خدا قسم به شما بی حرمتی شده. بعضی ها ناراحتند، چطوری به همسایه دعوتنامه فرستاد برای من نفرستاد؟ حالا بیا بریم. نه، باید برای منم دعوتنامه میفرستاد. بگو الحمدلله که برای من نفرستاد. این بی حرمتی به مؤمنه که تو رو دعوت بکنه به جشنی و اونجا معصیت خدا بخوراندت. من و تو تشخیص ندادیم که این دعوتنامه پرزرق و برق در خونه میارن، این دعوتنامه برای خوراندن معصیت خداست و چپاول کردن ایمان و حسنات و عقیده و توحید و اخلاق اسلامی است. در جشن عفت بی عفتی. پریشب من گله‌دار بودم، 21 داماد، به جای 1 داماد 21 نفر، 21 صندلی، صف جلو، پشت سر هم از وسط جمعیت 2 طرف مجلس نشستن. مجری برنامه حرفی زد که ارزش 100 تا سخنرانی خودم برای من داشت. خیلی تکان دهنده بود که ما گذشته دیدمون نسبت به دامادا
و تازه عروس ها چه بوده؟ امروز چه فرهنگی رو از دست دادیم و چه بدیلی رو پذیرفتیم و چه توهینی به تازه دامادا و عروسامون میکنیم. متاسفانه توسط پدران و مادران و بزرگترا به صرف این که پول دارن و میخوان شاد باشن. مجری برنامه آقای رنجبر بود، گفت از آبا و اجدادمون در گله‌دار نقل میشد که میگفتن اگر دعای مستجاب میخواهید برید پیش تازه دامادی که تازه داماد شده، اونها مستجاب الدعا هستند. مصداق این کلام حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرمایند خداوند اعلام کرده که بر من واجبه 3 نفر رو نصرت بکنم، بر من واجبه که 3 تا از بندگانم را 100% نصرت بکنم. اولین این 3 نفر مجاهد فی سبیل اللهی که فقط برای نصرت دین من و رضای من اسلحه رو برداشته و حرکت کرده. بر من واجبه این مجاهدی که نه برای شهرت، نه برای غنیمت، نه برای پست و مقام، فقط برای رضای من و توسعه دین من از این حمایت میکنم. دوم، جوانی که به قصد حفظ عفت و پاکدامنیش اقدام به ازدواج بکند، اگر فقیرم باشد از فضل خودم اونو غنی میکنم بی منت. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، آیه قرآنه. کسی که خدا تعهد داده بر خودش واجب دونسته که نصرتش بکنه اگر قصد عفت داشته باشه، آیا دعاش مستجاب نمیشه؟ چه تعبیر زیبایی داشتن. دیگه در قدیم تو منطقه گله‌دار آبا و اجداد ما میگفتن اگر کسی مشکلی دارد برود پیش تازه دامادا و تازه عروسا تقاضای دعا بکند. امروز میشود پیش تازه داماد و تازه عروس رفت، داماد سکرانه، شب عروسی نماز نخونده، عروس نیمه عریانه، تا 1 هفته نماز برش حرام شده، خودش بر خودش حرام کرده. تو آرایشگاه که جای نماز خوندن نیست. شما دیدی که آرایشگری تو آرایشگاه به دختر مسلمان تو کشور اسلامی بگه دخترم وقت نمازته، نماز عصرت، نماز مغربت فوت نشه؟ اگه دخترم اهل نماز باشه مانع دختره میشه که من 2 ساعت رو موی تو و صورت تو کار کردم، حالا تو 20 سال 1 بار عروس شدی، اونم 3 بعد نماز بعد قضا میکنی. رنگ مود به هم میخوره، وضو باید برید صورتتو از نو بشویید. دستی ارکستر مسته، دامادم خودباخته شده داره میرقصه، عروس خانمشو از آرایشگاه بلند کرده تو ماشین گذاشته نیمه لوخت، صورت مکشوف، سر و گردن مکشوف، داره بوق میزنه. شما شنیدید که وقتی ماشین بوق میزنه کسی بگه نگاه ماشین داماد بکنید، ماشین آقای داماد؟ همین میگن نگاه ماشین عروس بکنید، یعنی نگاه عروس بکنید. من که نشنیدم کسی بگه نگاه ماشین آقا داماد بکنید، همین میگن نگاه ماشین عروس بکنید. دیگه چطوری اعتقاد داشته باشیم که دعاش مستجاب باشه؟ چطوری این فرهنگ اصیل ما از دست دادیم؟ چه سرمایه هایی که از دست ندادیم. خیلی ها تا گفتن عروسی اسلامی میگن اخ، بارها من شنیدم تا میگن عروسی اسلامی میگن اخ، رمضان آمد میگن اخ، دیگه رمضان، نماز اخ،
از وقتی که نماز و روزه و رمضان و علم و پاکی اخ شد و شراب و مواد مخدر و سیگار و قلیون و تنباکو و جهل و گمراهی و اختلاط و زن و مرد رقصیدن و چشمچرانی و معصیت خدا بحث شد، ما قیمتمون رو از دست دادیم. امروز چه چیزهایی در جامعه اسلامی بحث شده براش کف میزنن و چه ارزش‌های اخ شده. اخ همه چیز منقلب شده. مقصر بزرگترها هستند. جوانی با اون همه غرورش، با اون همه دوستان مؤثرش که تأثیر میگذارن روش و چند ماهی که در گوشش میگن بابا اگه پول نداری ما پول ارکستر میدیم، بذار شاد باشی، ما هزینه عروسیت میدیم. ولی این ملاها رو نیار تو عروسی که عروسی رو تبدیل به ماتم بکنن. جوان تسلیم میشه، تسلیم امر خدا میشه، میگه خدا یکیست و دو نمیشه. بارها شده که ما شاید 4 ساعت راه رفتیم، همه چیزم اوکی بوده، رسیدیم نزدیک خانه داماد، بعد از 4-5 ساعت مسافرت تو استان دیگه هم رفتیم، یک دفعه تو کوچه ها با فاصله 50 متری 100 متری خانه داماد مواجه شدیم که مراسم عوض شده. سوال کردیم جریان چیه؟ میگه نه اون مراسم اسلامی به هم خورد، قبول نکردن، الان داره جاز میزنه. تو مطمئنی؟ بله مطمئنم. از همونجا برگشتیم. بعد متوجه شدیم که مادر بزرگ قبول نکرده، گفته من میخوام دستمال بازی بکنم. جوان قبول کرده، مادر بزرگش گفته نه این پسر آخریمه، تو دلم میمونه، همه دستمال بازی کردم، این یکی رو دیگه تبعیض نباید قائل شد. چه مادر بزرگ پوسکلوفتی داره این آقا، واقعا چه مادر بزرگ پوسکلوفتی داره که پوستش تحمل سوختن رو در جهنم داره. و خداوند میفرمایند کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. امروزه طبم ثابت کرده که اعصاب انسان تو پوست انسانه. خداوند میفرمایند هرگاه که جلدهاشون و پوستهاشون در نتیجه شکنجه و آتش جهنم پوسیده شد، ما فقط جلدشون رو عوض میکنیم تا دوباره عذاب رو بچشن. پریشب 42 عروس و داماد، چه هماهنگی بینشون شده بود که در جا نزده بودن. یعنی بین 42 طایفه هماهنگی شده بود. 5000 نفر آدم نشسته بود. واقعا مراسم بود. حتما برید اون سیدی شو بگیرید. از بخشدار منطقه آمده بود، شهردار آمده بود، امام جمعه تشیع آمده بود، امام جمعه تسنن آمده بود، شوراها از همه اقشار. 5 ساعت 4 ساعت مراسم، بهترین مراسم، صفا و صمیمیت در آستانه تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم و هفته وحدت. و استقبال سال جدید با برنامه خوب. امسال نامگذاری شده به سال شکوفایی و نوآوری. روز 1 فروردین سال 1387 این مراسم در گله‌دار برگزار شد. نوآوری برای اولین بار. مبتکر این کارم انجمن خیریه ابرار گله‌دار بود. جوایز ارزشمندی هم برای دامادا دادن.
اما قابل مقایسه با جایزه هایی که دامادا به مردم داده بودن نمیشد. اعلام کردن از طرف انجمن یه یخچال فریزر، شرکت لوازم خانگی فلان یه اتو، یه نمیدونم فلان یه فلان، هر کدوم یه چیزی میگفت. ولی میدونید دامادا چیزی به این جمع داده بودن که یخچال فریزر رو نمیدونم جارو برقی و کلر و اینا به جایی نمیرسید. ارزش به این جمع داده بودن. انشالله که مردم خوب عراق که من فکر میکنم هماهنگی خوبی هم بینشون هست و خیرینی که توی این منطقه هستن دست به دست هم بدن، این فرهنگ ازدواج جمعی رو اینجا جا بندازن. اولین هفته شوال بعد از رمضان 24 داماد در روستای گروک سیریک بود. دومین هفته 14 تا داماد. یک شبم در جزیره قشم روستای کوه‌ای 4 تا داماد، ولی جذابیتش تو این بود که 3 تا برادر بودن، یکی پسر عم بود. 3 تا برادر با پسر عم یک شب. پدرشون چقدر خوشحال بود. 3 تا پسراش ایستاده بودن، پدرشون هم ایستاده بود. بزرگان قوم همه نشسته بودن. واقعا مجالس بیاد ماندنی است، ارزشی است. 8 فروردین هم دوباره 20 تا داماد تو منطقه بندر سیریک بخش بیابانه. 8 فروردین. این فرهنگ کم کم داره جا میفته. جا داره من تشکر بکنم از این برادر عزیزمون و از شما مردم خوبی که با حضور سبزتون و صادقانه و عاقلانه و آگاهانه خودتون از این مجلس و از این برنامه حمایت کردید و حمایت خداوند رو برای همیشه از آن خودتان و این بچه هایی که صف اول نشستن. اگر بیاید بچه ها را بشمارید، اکثر بچه هاتون صف اول نشستن، هر کدوم هم یه دوربین دستشونه دارن فیلم میگیرن. اینا سرمایه های شما. پسر وقتی دید که پدر داره میرقصه و چوب بازی میکنه بهش بر میخوره، میگه من کمتر از پدرم باشم. به اینها توجه بکنید. حسن مراسم اسلامی این که ضریب امنیت به اوج رسیده در مراسم. من اگر بگم نزدیک 4000 مراسم رفتم بدون اینکه یکی از این مراسم ها کوچکترین برخوردی بشه. هیچ مراسمی هم نه نیروی انتظامی نه نیروی امنیتی، خود به خود کنترل شده. حالا آمار عکسشو بگیر. عروسی بوده که طرف میرقصیده، یک دفعه خنجر آمده، شمشیر، 2 تا موتور سوار آمده در حال نواختن ارکستر و طرف میرقصیده با شمشیر زده گردنش انداخته سرش جلوش. بعد از چند ماه همون 2 نفر رو تو همون جایی که عروسی بود اعدام کردن. چقدر نابینا شدن، چقدر شکمشون پاره شده، چقدر به پازگاه رفتن، چه بذر کینه ها و دشمنی ها بین طایفه ها افتاده، کاشته شده تو همین شادی ها. حالا اسرافش بماند. یه سوژه خیلی جذابی هم اینجا دیدم. وقتی که شیرینی توزیع میکردن خیلی بچه ها چه حریص نبودن که شیرینی ها را بگیرن، ولی یک دفعه دیدم اینجا صف خالی شد، همه دستشون تو کارتونه. گفتم چه چیزی داره توزیع میشه که شیرینی تحویل نگرفتن دستشون تو کارتونه؟ دیدم که یه نواره.
نوار قرآنه، با یه ذکر یا اوصاف معانی اسماء الله الحسنی. چقدر زیباست. در بچه های ما خیر هست. در خود شهر گلدار در همین عروسی یک سوژی دیدم که خیلی منو به وجد آورد. دوباره بعد از اینکه مراسم تمام شد، میزبان ما یک جوونی آورد، گفت شیخ این الان مهندسه. معرفی کرد، گفت اینو به خاطر میارید این جوانو؟ گفتم نه. گفت یکی از علاقمندان به شماست. گفتم خیلی ممنون. گفت الان مهندسی داره میخونه. گفتم الحمدلله. گفت مؤمنه. گفتم الحمدلله. هم میخواد مهندسی دنیا بکنه هم مهندسی آخرت. خب تا اینجا که سوژه‌ای نیست. گفت یادت اون سالی که آمدی گلدار چند سال پیش عروسی بود، اشاره کردی به یکی از همین نوجوانا بیاید بالا. آمد بالا اینجا ایستاد. شما چند تا سوال ازش کردید، دوست داری که معتاد خوبی بشید، دزد بشید، راهزن بشید؟ این نوجوان همش میگفت نه نه نه. امروز الان مهندسی میخوره، نماز 5 وقتش هم فوت نمیشه. این همونه، به این سن رسیده. همونی که وقتی از این سوال میکردی همش میگفت نه نه، من دوست ندارم معتاد بشم، دوست ندارم دودی بشم، دوست ندارم مشروبی بشم، دوست ندارم دزد بشم، راهزن بشم. نوجوان بود، امروز مهندس شده. من بلند شدم. چه صحنه هایی برای آدم تو مسافرت ها خودش هم فراموش کرده. تداعی میشه. چقدر آدم خوشحال میشه. همچنین صحنه هم تو ابوظبی چند سال پیش مشاهده کردم. شاید 15 سال پیش تو روستای رمچاه جزیره قشم یه نوجوانی است نشیدی خون، سرودی خون، خیلی جذاب خون. من یه خودکار پارکر تو جیبم بود، بهش هدیه دادم، پیشونیش بوسیدم. بعد از چند سال تو ابوظبی یه پدری گفت این میشناسیدش؟ گفتم نه. گفت این یاد توت رو رمچاه الان حافظ کل قرآنه و شخصیتی برای خودش. ما دوست شما هستیم، هیچ رابطه دیگه با شما نداریم، فقط رابطه دوستی و اخوت و برادری دینی. بین من و شما فقط اینه، الله. هیچ چیزی بین من و شما نیست. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو هم یا تو منی. به فرزندانمون رحم بکنیم. این گل دسته های بهشتی خیلی مردا بعد از 3 سال 4 سال ازدواج بچه دار نشدن، محبتشون نسبت به معشوقشون که همسرشونه با عشق با هم ازدواج کردن کمرنگ شده. دیگه حوصله همدیگر نداشتن به هم نگاه بکنن. یه لقمه شام به زور با هم میخوردن. اون میرفت تو یه گوشه مینشست، اون تو یه گوشه. به هم پشت میکردن چون بچه‌ای وسط نبود. بعد از 4-5 سال خدا بچه داد. رابطه پدر و مادرم خیلی شیرین شد به خاطر بچه با هم دیگر. این فرزندی که دوستی و عشق پدر و مادر رو دوباره به هم برگردوند، نباید پدر و مادر بهش توجه بکنن. خیلی ها از هم بچه دار نشدن، طلاق گرفتن. خیلی هم بچه دار شدن، بچه رو تو کوچه رها کردن. یه شب از مسیری رد می شدم، گذرم به روستای افتاد. گفتیم یه توقفی بکنیم.
سلام علیکی بکنیم. دوستی رفقایی داشتیم اونجا، حدوداً ساعت 11 شب بود. دیدم که صاحب خانه خیلی پریشانن، زن و مرد، دختر و پسر، همه پریشانن، بزرگترا. یکی میگفت چراغ فانوس هست، یکی میگفت لیت هست، زبان همون خود قدیمیشون لیت هست، یکی میگفت نمیدونم چراغ قوه بیار، یکی نمیدونم چراغ فلان بیار. گفتم جریان چیه؟ خیلی به هم ریختی. گفت معذرت میخوام، گفت گله از صحرا آمده، 2-3 تا بز ما نیامده. گفت گله از صحرا آمده، حالا ساعت 11 شبه، 2-3 تا بز مال ما نیامده. میترسیم که گرگش بخوره، سگ تو بیابون هست، حالا دنبال چراغ قوه و لیت نمیدونم فلان فانوس میگردیم. همه بسیج شدن که برن صحرا بز و بر بگردونن. ولی ساعت 12 شب محمد 15 سالش خونه نیست، کسی سوال نمیکنه پس محمد کجاست؟ فاطمه کجاست؟ ساعت 11 شب حالا چه جوان جلو آینه میسه، عروسیه. باور بکنید تا 30 سال پیش نماز عشا بین مغرب و عشا شام میخوردن، نماز عشا خونده بودن، بعد از نماز همه تو بستر خوابیده بودن. بچه 15-16 ساله 17 ساله الان ساعت 11 شب تازه آماده میشه که بره بیرون. عروسی از ساعت 12 شروع میشه، ساعت 4 صبح گرم میشه. الا اذان صبح میگه دست از آوازخوانی نمیکشن، اذان صبح براشون تلخ میشه. بارها بوده که شکایت مؤذن کردن، تهدید کردن مؤذن مسجد و امام که این سر این بلنگو رو بچرخون. این صداش وقتی اذان صبح میگه بچه ما از خواب تو خونه مریض داریم، بچه ما نمیدونم پریشان میشه. ولی کنار همون مسجد باند مونتاربو همینجور یک سره میزنن، نه بچهش تو خواب میپره نه مریضش، بلکه میگه موسیقی غذای روحه، آرام میگیره، بچه لالایی میکنه میخوابه، حتما مادرش هم میرقصه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. چی من شده؟ چه آفاتی، چه میکروبی، چه انگلی وارد زندگی من شده. چقدر شما الان مطمئنی بچه هم نشسته اینجا. چند سال پیش لحظه تحویل سال بود. الان 2000 و چنده؟ ماشاءالله 2000 چنده؟ 7-8 سال پیش لحظه تحویل سال، اما در کشور فرانسه. $2000 تمام شده بود، وارد 2001 می شدن. برج ایفل در قلب فرانسه $5 میلیون به روشناییش اضافه کرده بودن، افزوده بودن. $5 میلیون. در سال 2001 برای استقبال سال 2001 $5 میلیون به روشنایی برج ایفل افزوده بودن و یک ساعت بزرگ ثانیه شمار گذاشته بودن و ملت فرانسه کلن همه نشسته بودن که سال 2001 وارد میشه. این عقربه هم خیلی آرام میچرخید. تق 9 ثانیه برای ورود به سال 2001، تق 8 ثانیه، 7 ثانیه، 6 ثانیه، همینجور تا رسید به 2 ثانیه.
1 ثانیه وارد سال 2001 شدن. چه ارتباطی بین این عقربه ثانیه شمار هست و روشنایی 5 میلیون دلاری، افزایش 5 میلیون دلاری روشنایی برج ایفل؟ پیامش اینه: ملت فرانسه، اگر میخواهی در سال 2001 بدرخشید، کشور و ملت فرانسه بدرخشد، باید در سال 2001 از ثانیه های سال 2001 هم نگذریم، باید از ثانیه هاش هم استفاده بکنیم. ثانیه های 2001 باید برای مردم فرانسه حیاتی باشه، هر ثانیهش، تا بتونن مثل این برج ایفل بدرخشن و روشن بشون. سال گذشته چند روز بود؟ 1 سال چند روزه؟ آفرین. حساب بکنی 365 روز در سال گذشته. تمام شد. امروز روز 3 سال جدیده ها. آیا بعد از اینکه این 365 روز تمام شد ننشستی رو به قبله که خدایا تو این 360 روز بند اگر نقصی، انحرافی، خطایی، لغزشی بود، خدایا من میخواهم که این خاتمه را با مهر توبه ختم بکنم. میگن روز قیامت که دفترها عرضه میشه، صفحات اعمال من و تو به خداوند، خداوند هر صفحه که ورق میزند نگاه میکند، نگاه به گناهان نمی کند که تو هر صفحه چقدر گناهه. خداوند فقط دنبال توبه ها و استغفارها تو صفحات میگرده. خصوصا اگر پایین هر صفحه توبه و استغفار جانانه باشه. 365 روز از خدا عمر گرفتیم. به نظر من و شما یعنی بعد از این 365 روز نباید بنشینیم بگیم استغفرالله. این 365 روز چطوری سپری شد؟ دعای حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه براتون بگم. دعا دست به آسمان بلند میکرد، میگه یا رب اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا فامح عني واكتبني عندك سعيدا. بارالله، اگر منو نزد خودت نوشته بودید که عبدالله ابن عمر شقی است، بدبخت، محرومه، خدایا التماست میکنم شقاوت رو از من پاک کن. عبدالله ابن عمر دنبال سعادته. من تلاش میکنم، تعهد میدم به تو ای خدا که اون چیزی که در توان منه انجام بدم که تو رو راضی بکنم و خودم رو سعادتمند بکنم. خدایا مرا جمله در جمله و زمره سعادتمندان بنویس. آیا سعادتمندی برای من و تو و خانواده من و تو و اولاد من و تو حیاتی است؟ اگر حیاتی است باید براش تلاش کنیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به همدیگه کمک بکنیم. پدرها چه راحت موتور سی جی برای بچه هاشون میخرن. ده سالشه موتور سی جی سواره. اگر میخوای که پسرت رفتار بزرگا رو انجام بده، با موتور سی جی و موبایل نیست. بچه کوچک دارید دستش بگیر، نگو تو مجلس بزرگا ببرم این بچه کوچکه. ببر جایی که انسانهای صالح نشستن،
معرفیش کن، بگو بابا دستشون بگیر، معرفی بکن به انسانهای صالح این پسر منه، یه دست رحمتی و شفقتی بر سرش بکشید، یه دعایی در حقش بکنید. اگر توی یک مجلسی 10 تا بزرگ نشسته باشه انسان صالح، بچه تو ببرید اونجا یه دستی به سرش بکشن، بگن اعیذک بکلمات الله التامه من کل شیطان و هامه و من کل عین لامه. کافیشه. مهمان نوروزی میاد، خیلی خوشحالی مهمان نوروزی آمده، ولی مهمان نوروزی نماز نمیخونه. ما چقدر خوشحالیم مهمان آمده برامون. قلیون هم میکشه. تو خونه ما هم قلیون نیست. ساعت 12 شب در خونه همسایه ببخشید چه خبره؟ ببخشید پیش شما قلیون نیست؟ فکر کردیم مشکلی پیش آمده، قلیون نصف شب، حالا مهمان برام رسیده قلیونیه. استراحت که کرد، صبحانه جانانم که خورد، ماهی حلوا سفید کیلو 8000 تومن و شیر نمیدونم فلان و میگوی کیلو 10,000 تومن. خیلی مؤدب برخورد میکنه، میگه ببخشید پیش شما فیلم هندی نیست؟ ببخشید پیش شما فیلم هندی نیست؟ نزدیک دبی هستید؟ ببخشید هم میگه. بعد حالا مادر که میزبان دختر 5 سالش بلند میکنه، مامان برای عمونه میرقصی؟ برای خاله، مهمان ناروزی شده خاله، مهمان ناروزی شده خاله، تو پارک با هم آشنا شدن شده خاله، تو قطار با هم آشنا شدن شده خاله، شده عمه، شده عمو. مامان یکم برای خاله برقص. نه حالا هرچی اسمشه خاله و مادرش کف میزنن، خاله مهمان ناروزی ها. مریم چه خوب میرقصه، کف میزنن. چه جرمی در حق بچه هامون میکنیم. چند سال پیش نمایشگاه کتاب بین المللی تهران رفته بودم، چشمم به یک کتاب افتاد، نوشته بود الفنانات و تائبات، زنهای هنرپیشه توبه کننده. از بی‌ادبی کسی به جایی نرسید. حقاً که ادب وظیفه مردان است. اونهایی که سنشون بالاست، قدیم وقتی مکتب خونه میرفتید ملا دستتون رو میگرفت اینطوری، بده دستت، یه خیزرانی داشت میزد کف دستت، میگفت با ادب باش پادشاهی کن. یادتون میاد؟ من پدری دیدم خودم، اسم پسرش، اسم خودش احمده، اسم پسرش محمده. گفت پسرم محمد بیا. دست تو جیبش کرد، چند سال پیش 1000 تومن در آورد. گفت محمد پسرم اینجا سوپرمارکت هست، یه پاکت ونستون برای بابا بخر، جنگی بر بگرد. 50 تومن 100 تومن هم برای خودت بابا هدیه. پسرم بیا محمد برو بابا سر این سوپرمارکت یه پاکت ونستون برای بابا بخر بیا، 50 تومنش هم مال خودت بابا. کدوم یکی مجرمه؟ این پسره دیگه هم تو روز شماری میکنه که هرچی زودتر این نخهای پاکت ونستون باباش تمام بشه. اگر بشه که با ته سیگار قبلی سیگار جدید روشن بکنه که دوباره برای باباش پاکت دوم بخره 50 تومن دیگه، سوم 50 تومن دیگه.
و تو اولین فرصت این پسر حرکت باباشو الگو برداری میکنه. شما میدونید که اکثر کسانی که سیگاری و معتاد شدن اول کیفی و تفننی کشیدن، جستش فقط خوششون آمده از جستش. عکس نمیدونم سیگار مالبورو با یه نمیدونم کفش فلان با کلاه اینطوری ایستاده، فقط از جستش خوشش میاد. به نظر شما یه دکترای شیمی بگیری جست نداره؟ پروفسور خوشنودی رو میشناسید؟ چند نفر اینجا میشناسنش؟ پروفسور خوشنودی چند مدت پیش فوت کرد. دکترای شیمی، یکی از برجسته ترین اساتید و شخصیت های شیمی ایران اهل سنت بود. 30 سال در زاهدان استاد دانشگاه و مدیری قسمی بود. امپریال کالج لندن خوند با بورسیه خود دانشگاه. کلید کتابخانه خصوصی دانشگاه بهش داده بودن به خاطر علمش. یک خانه ویلایی مجهز در قلب لندن از طرف دانشگاه که این پروفسور اونجا باشه و هر ساعت شب و روز بخواد کلید بهش داده بودن بره تو کتابخانه ویژه دانشگاه تحقیق بکنه. ساعت 2 نصف شب این شخص نمازش فوت نمیشد. در حد وزیر بود. علمش و شخصیتش باید کمتر از وزیر نبود، ولی دنبال این نبود، دنبال پست و مقام نبود، دنبال تعلیم و تعلم بود، آموزش و پرورش. به نظر شما معتاد کلاس داره؟ کدوم یکی بود؟ شما بودید درست عزیزم؟ بیاید اینجا. یه جواب داد. اصلا معتاد کلاسی داره؟ نه اصلا. آبرویی داره؟ نه، آبرو از بین میبره. آبرو از بین میبره. نیاز به یک تکبیر نداره؟ یه تکبیر. دیگه معتاد آبرو از بین میبره. آبروی خودش، آبروی خانواده، آبروی جامعه. برای اینکه در آینده شخصیت موفقی بشید باید چه کار کنی؟ درسمو بخونم و راه بگو بگو در پیش نگیرم. درسم بخونم درس کافی نیست و راه بد در پیش نگیرم، یعنی تخصص و تعهد. خوب گوش بده پدر، این به نمایندگی از شما همه آمده. سخنرانی من خیلی کم رنگ شد. شما چه سخنرانایی دارید؟ درس هم بخونم و راه بد در پیش نگیرم. این حرفی زد که من دلیل دارم. شما میدونید آمار معتادین دانشجوهای دانشگاه ها چند نفره؟ 150,000 دانشجوی معتاد داریم ما و استاد دانشگاه. 30,000 دانش آموز سیگاری در کشور داریم. پس درس خوندن کافی نیست، راه بدو در دانشگاه رو نباید پیش بگیرید. اسمت کیه پسر؟ میراث جمال بود. خانواده تو دوست دارید؟ خیلی زیاد. اگر بخواید تشکر از پدر و مادرت بکنید چی میگی؟ تشکر ازشون بکنید. یه جمله بهشون بگو. دستشون در نکنه که امکانات برامون گذاشتن که بیتون درسمون بخونیم و با دوستایی که خوب نیستن نردیم. میگه که به پدر و مادرم میگم دستتون درد نکنه که امکانات برای من فراهم کردی که بتونم درس بخونم و
راهنماییمون کردی که با دوستای بد دوست نشیم و کار خوب بکنیم. حالا به پدر و مادرت بگو دوستتون دارم. دوستتون دارم. دوستتون دارم. این برکت عروسی اسلامیه. انشالله که ایشون، این فرزند عزیزمون و همه این بچه ها در آینده شخصیتی بشن که جهان اسلام و جامعه بشری به اونها افتخار بکنه. بگید آمین. آمین. جزاکم الله خیر. برو عزیزم. محمد و آل محمد صلوات. به وجد آمدی نه؟ چقدر احساس آرامش کردید. همه میگفتن کاش که این پسر من بود که بلند شد قرعه به اسم پسر منم در میآمد. فرقی نمیکنه. وقتی که پسر دیگران برای تو ارزش پسرت داشت، اون موقع پسر تو رشد میکنه و تو پدر خوبی هستی. یکم میخواد نیستی که سلام. کی گفته عروسی اسلامی خشکه؟ ها؟ همه میگن عروسی اسلامی فقط گریه و ماتمه. کی گفته؟ مست تو ام از جرعه و جام آزادم، مرغ تو ام از دانه و دام آزادم. ابتدای سال جدید 365 روز از عمر مبارک جوانا با ابتدای سال ترقه و فشفشه و یا کور میشه یا دستش قطعه. سال گذشته آمار رو بگیرید، امسال الحمدلله 40% کاهش داشته، به خاطر که صدا سیما واقعا بسیج شده، دولت واقعا وارد شده. 40% از این تلفات، بیشترین تلفات هم چشم، گوش، دسته. اول سال جدید ابزار علم و عالم شدن رو بچه ما از دست میدن با ترقه که میخوایم سال جدید تحویل بگیریم. وقتی دست نداشته باشی، چشم نداشته باشی، گوش نداشته باشی، دیگه چه مونده برای عالم شدن؟ چشم و گوش دو تا ابزار مهم علمن و دستم انگشتانی توش هست که قلم دست میگیره. اول سال جدید چهارشنبه سوری، ترقه، فشفشه. تو کشور اسلامی باید همه تشویق بکنن که اول سال وضو بگیرن، رو جانماز بنشینن، با استغفار سال گذشته رو سپری بکنن، پروندهش رو جمع بکنن و با تجدید نیت، اخلاص و تجدید هدف و بیعت با خدا و تعهد به خود و خدا و جامعه با وضو دست بلند بکنید، این دعا رو بخونید. همه حاضرید با هم بگید؟ اول برای خاتمه به خیر کردن سال قبلی با هم بگیم استغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم و اتوب الیک اللهم یا مدبر اللیل و النهار و یا محول القول والاحوال اللهم یا مدبر اللیل و النهار و یا مقلب القلوب والابصار و یا محول القول والاحوال حول حالنا و حال اخواننا و حال اخواتنا الى احسن الحال الى احسن الحال. خدایا در سال جدید 78 حال ما، حالتهای ما، احوال ما و تمامی برادران و خواهران مسلمان ما
به بهترین حالها هدایت بفرما و تبدیل بفرما. این ترجمه بود. خب هفته وحدت هم هست. 2-3 جمله فقط درباره وحدت بگم. براک یکی از جاهایی است که شیعه و سنی سالهای سال در کنار هم زندگی میکنن و از بوییدن همدیگه سیر نمیشن. یکی از شهرهای جنوبی مثال زدنی است برای وحدت شیعه و سنی. اول فضل خدا، بعد آگاهی و بیداری شما. و این برنامه ریشه داره قبل از انقلاب، حتی تو انقلاب هم نبوده. این برادرها و خواهرها در کنار هم بودن از سالهای سال. اما بعد از انقلاب یکی از عوامل مؤثر در لارستان برای وحدت آقای لار بوده، حفظه الله. پدری دوراندیش، عاقل، مهربان، عطوف برای شیعه و سنی. چقدر مسئولین ما و بزرگترای ما از شیعه و سنی باید عاقل باشن. وحدت ریشه در دل داره، شعار نیست. باید دل خواهان وحدت باشد. تا من برادر و خواهر مسلمانم و دوست نداشته باشم، قلباً نمیتونم بهش نزدیک بشم. اگر دل من از برادرم متنفر باشه، زبان من موافق باشه، فقط حضور فیزیکیه اما با همدیگه ادغام نمیشیم. من تو ام یا تو منی نمیشه. و وحدت ریشه در عدالت دارد. هیچ قدرتی نمیتواند وحدت ایجاد کند مگر اینکه عدالت و برادری، حقوق شهروندی به طور مساوی عادلانه تقسیم بشود. بدون عدالت که وحدت نمی شود. با یک چشم باید به هم نگاه کنیم. ولی برادران و خواهران تشیع من اگر تو این جمع هستن که قطعا هستن، چون عروسی مال خودشونه، تو این شهر همه با هم یک رنگن، اینو بدونن. من سنی که عالم سنی هستم، فکر نکنن که از یک سنی شرابخوار و عیاش و معتاد و ظالم بدم میاد چون که اسم و لقب سنی رو یدک میکشه. و از یک سنی پاک و مهربان و خوب و خوشفکر و مؤمن بدم میاد به صرف این که اون شیعه است. باید معیار خوبی باشد. اگر شیعه دنبال صفا و صمیمیت و اتحاد و انسجام و پاکی و خوبی و تشویق و ترغیب بود، اگر سنی هم دنبال این کار بود. یک مثال ساده دیگر، من میخوام با برادر شیعه هم اتحاد داشته باشم، وحدت داشته باشم. اگر من به خودم 20 دادم، به برادر شیعه 0 دادم، 100 سال دیگه هم وحدت ایجاد نمیشه. و اگر شیعه به خودش 20 داد، به من سنی 0 داد، 100 سال دیگه هم وحدت ایجاد نمیشه. هرچند که رهبر انقلاب بگه وحدت، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، من سنی وقتی میخوام نمره 20 خودم بدم، باید حداقل بگم برادر شیعه من 15 میگیره، 12 میگیره، 17 میگیره، همون نمره‌ای که میگیره بهش بدم. ولی 0، چون شیعه 0. و سنی هم شیعه هم وقتی میخواد نمره به خودش بده و سنی اگر به خودش 20 داد، اینو یقین بدونه که سنی هم 15 16 12 میگیره. به صرف این که سنیست نه 0. اینجا نقطه اختلافه.
ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. نگاه نکن کی گفت، نگاه کن چی گفت. حضرت علی رضی الله عنه میگویند الحکمت ضالة المؤمن این وجدها فهو احق بها. حکمت گم شده مؤمنه، هر کجا که پیدا کرد اون اولاتره بهش. دنبال حکمت خوبی بچرخید، پیش شیعه باشه پیش سنی باشه. اگر اینطوری برخورد بکنید همیشه وحدت حفظ می شود. و اگر تبعیض باشه، شعار باشه، عدالت نباشه، نمره 20 و 0 باشه، اگر مردم عادی اختلاف رو ایجاد بکنن، بزرگترای شیعه و سنی میتونن اختلاف رو خاموش بکنن. ولی وای بر روزی که بزرگترا اختلاف رو ایجاد بکنن، دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. از خدا بترسیم و همیشه دنبال صلح و صفا و آرامش و امنیت باشیم. یدن واحده بر علیه اسرائیل و آمریکا و صهیونیسم و دشمنان اسلام باشیم. یدن واحد. نه شیعه در ایران میتواند به هر قدرتی که رسیده باشد سنی را حذف کند و نه سنی اگر به قدرت برسد میتواند شیعه را حذف کند. بهترین راه تعایشه، در کنار همدیگه با صلح و صفا زندگی کردن و آزادی معقول و منطقی دادن به هر کدام که مسائل مذهبی و حقوق مسائل شهروندی رو رعایت بکنه. این لب مطلب در وحدت هست. واقعا اگر خواهان وحدتیم به این چند نکته بپردازیم، وحدت عملی خواهد شد. خب سال شروع شده. متاسفانه یک معضله‌ای که پیش می آید تو کشور ما، سالو با تعطیلی شروع میکنیم. تو کشور ما تعطیلات خیلی زیاده. مسئولین باید یه فکری برای این تعطیلی بکنن. ما بیشتر از نزدیک 20 میلیون در کشور ما دانش آموز داریم. 5 روز قبل از تعطیل شدن مدارس تعطیل بوده. بچه میرفت ساعت 8 9 برمیگشت. بابا برگشتی تو؟ معلم نیامده بود، شهرستانی بود رفته. مدیر گفته بری که معلم نیست. هنوز 5 روز 4 روز مانده. 25 روز نزدیک 1 ماه درس تعطیل. 22 بهمن هم تعداد روزها اونجا جشنه. جمعه هم که تعطیل خداییه. وقتی نگاه میکنید که طول سال چقدر تعطیل. و متاسفانه فرهنگ تعطیلی تو کشور ما طوری شده که وقتی گفتن تعطیلات نوروز یعنی درس، علم، نما، همه چی تعطیل. امسال که بهار نشده ولی سالهای قبلی که بهار شده بود همه میدونن. مردم رفتن تو صحرا خیمه زدن. 1 هفته 10 روز نیامدن. یکی ارگ دستشه، یکی گیتار دستشه، یکی نمیدونم جفتی دستشه، یکی دوربین، هر کدوم یک دوربین فیلم برداری میرقصن. نه مسجدی نه میرن به شهر. جمعه رد شد که تعطیلات نوروزیه. شاد باشیم. امروز آمار به من میدادن دوستان، بندرعباس الان میزبان 4 میلیون مهمان نوروزی است. 4 میلیون نفر، بالاترین درصد در کشور. از منبع آب 1 تکه ماشین تا اسکله پل. اشکال نداره، سفر خوبه، ولی تو سفر مواظب تقوامون، مواظب پاکیمون، مواظب عبادتمون.
اگر بچه ها منحافظ قرآنن حفظشون رو چطوری مراجعه بکنن؟ درسشون تو خیمه و تو خیابون و پارک نمیشه. اگر میخواید برید مسافرت وقت رو تنظیم بکنید، 3 روز 4 روز اشکال نداره، ولی همه چی تعطیل. بچم تا آمد از مدرسه کتاب پرت میکنه، اخجون تعطیل. بارها شنیده شده کتاب پرت میکنه. خیلی مشکل پیش میاد. ز گهواره تا گور دانش بجوی. خیلی احتیاط بکنید. آمار کشته شدگان سال گذشته 24,000 کشته خیابانی در سال گذشته در تصادفات بوده در سال. اما اونایی که چشمشون و دستشون و پاشون و بیشترین این تصادفات تو نوروز بوده. تعطیل هست ولی احتیاط بکنید. کاری که خلاف شرع، به فرهنگ دینی اصیلتون افتخار بکنید. تدینتون رو فراموش نکنید.